کوهستان کلرادو که ریزش برف در آن در 20 سال گذشته فوق‌العاده کم شده است. عاقبتش هم آبی کمتر برای این منطقه خشکی امریکاست. نوآ مالوچ پژوهشگر پژوهشگاه مسائل آرکتیکا و آلپ در کلرادو است. در ایالات غربی امریکا منابع آبی آشامیدنی 60 میلیون نفر از برف و پیریخ است. مالوچ ابزارهای آنلاینی را به کار میبرد که اندازه آبی را پیش بینی میکنند که از برف حاصل می شود. رنگ کبودی تیره نشان دهنده برف زیاد و کبودی کم رنگ برفی کم را نشان می دهد. تیم مالوچ با استفاده از عکس‌های ماهواره‌ای، مدل‌های کامپیوتری اندازه‌گیری در محل پیش بینی حجم آب در رودخانه‌ها را دقیق تر کردند. این اطلاع برای مدیریت مجرای آب در نیروگاه‌ها از جمله جمع کردن یا کی سر دادن آن فوق‌العاده مهم است. وقتی پیش بینی دقیق تر می شود، استفاده آب هم باثمرتر می شود. یعنی شما آبی زیادتر به شبکه‌های آبرسانی سر می دهید. اصول دیگری اندازه‌گیری قبط برف از هواپیماها است. اصول آژانس کیهانشناسی آمریکا است که اجازت می‌دهد قبط برف را با لزر از آسمان اندازه بگیرند. وقتی قبط برفی تابستان را اندازه می‌گیرید و از اندازه برفی که زمستان بود کم می‌کنید، قفسه عمیق برف معلوم می‌شود. از اندازه‌گیری دستی قبط برف هم اطلاعی ضروری به دست می‌آید، ولی پژوهشگران برای این گونه اندازه‌گیری نه همه جا رفته می‌توانند. با تغییر اقلیم و کم شدن آب رودخانه‌ها، پیشبینی ذخیره‌های برف و آب که زندگی مردم زیادی به آن وابسته است، مهمتر و حیاتی می‌شود.